پست مدرنیسم، آغاز بازگشت به معنویت. پست مدرنیسم نوعی اندیشه شکاکانه و فاقد یقین عقلی هست که در اواخر دوران حیات و زندگی مدرنیته و در مقابله با اوجگیری تناقض‌های درونی و مشکلات مدرنیته به وجود اومد. در واقع این برهه از زمان رو میتونیم دوران فرو ریختن یقین و اعتماد به اصول و مبانی مدرنیته و دورانی که بشر به خودآگاهی و فهم نسبت به مشکلات و بحران‌های مدرنیته رسید بدونیم. البته نباید از این مسئله غفلت کرد که پست مدرنیسم یک مرحله جدا و اساسا متفاوت از مدرنیته نیست، بلکه یک صورت و مرتبه ای از بسط و گسترش مدرنیته به شمار میره و در واقع یک مرحله تکمیل شده ای از مدرنیته است. اندیشمندان غربی وقتی که متوجه بحران‌های روحی پیدا شده در جهان غرب شدن و در واقع نیاز بشر غربی به عواطف انسانی و رسیدگی‌های روحی و باطنی رو دیدن، خودشون رو با مردم همراه کردند و این گرایش مردم به معنویت رو باور کردند و نتیجه اون شد که این باور غالب در دوران مدرنیسم که انسان مساوی هست فقط با جسم مادی او، بر این باور خط بطلان زده شد و در واقع بعد فرامادی و روحانی انسان هم پذیرفته شد در دوران پست مدرنیسم. و از همین جهت برای برآورده کردن آرزوها و در واقع آرام کردن پریشانی‌های درونی بشر رو به سوی راه‌های غیرمادی و فرامادی آوردن که در واقع این رو میشه آغازی برای بازگشت به معنویت محسوب کرد. لازم هست به این نکته توجه داشته باشیم که نهضت اسلامی مردم کشورمون که به حاکمیت تفکرات دینی در ایران منجر شده، یک باور نوینی در فضای اندیشه‌های جهانی درباره دین و نقشی که دین میتونه به عهده بگیره به وجود آورده. فاصله چند صد ساله‌ای که دنیای غرب از دین گرفته بود و رشد چشمگیری که علم و صنعت داشت از یک طرف و عدم حاکمیت عالمان دینی بر جوامع بشری، این تفکر رو در اذهان به وجود آورده بود که دین امکان و شایستگی گرداندن و تدبیر جامعه رو نداره. اما انقلاب اسلامی ایران اذهان و قلوب خالی از معنویت رو دوباره به سمت دین و کارایی آموزه‌های دینی سوق داد و خود این عاملی شد برای پیدایش و تقویت موج معنویت گرایی در دنیای غرب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.